و دوستان عزیز، کولاساو این نماینده بلاروس با پهلوان جمهوری تاجیکستان حالا در میدانند. رقابت دور دوم را دوستان عزیز ما منظور شما کرده ایستادیم. شهباز جوان یک رجوع به باز هم عملهای پرتری کرد، موفق نشد. فکر میکنم باقی نیست. تلاش در این جریان باز هم خوبتر می شود. ما یادآور میشیم که دوری اول پهلوانی ما آزاد بود، در دوری دوم نماینده بلغاریا را شکست داد و حالا در دوری سوم شهباز سیدابرورов قرار دارد. و کولاساو در به دست آوردن موفقیت های بیشتری مسابقه های سطحی بین المللی عمل های پرتری رو بیشتر استفاده میکنند. باز هم یک حرکت خیلی خوبی ورزشگری تاجیک باز هم دوباره رجوع میکند به این سمت، توجه میکند به حالت تخت پشت نگاه داشتن. رمزیدین سعیدوف هم این نقطه را اشاره میکند که باز هم جریان میگیرد. شهباز خیلی هم بهتر گوشتین گرفته ایستاده است و واقعا هم خوب. و میان نورسان در چمپیونات اروپا 28 ایون سال 2018 این پهلوان بلاروس برنده مدال طلا شده بود. هر دو هم 19 سال دارند. ورزشگر تاجیک در مجموع خیلی خوب خود را نشان میدهد و باشد که همین نقطه تا به همان مطلب نهایی هم رسد. شهباز سیدابرورов ورزشگر ما حالا هم از گریبان و از سر آستین خیلی خوب داشت، اما این حرکتش هم اندکی صورت افزایی رو تقاضا میکند. حرکت ها کوشش های پهلوان ما بیشتر به نظر می رسد. این رو هم رمزیدین سعیدوف ثابت میکند و به نماینده بلاروس شیدو میدهد. دوباره هم همین وضعیت خیلی هم نزدیک به همون وزری، خیلی یک چکریم نه، حتی باز هم یک قدم دیگر اندک حرکت به کشش دستی راست میشد، معذرت دستی چپ. واقعا همان اشاره معمول سخن بنده که نوران علی نور میشد. رقابت شهباز سیدابرورov براسی پیسند خیلی خوب. با جوانیش نگاه نکرده در حقیقت هم حالا بسیار دلپرانه عمل میکند. و رئوف حکومتوف هم در نظام فعالیت تمرین ها باز هم بسیار هم اراده قوی دارد. باز هم دوباره پهلوان تاجیک با دو سمت ورزشگری امیدبخشی ببیند که بلاروس رو هوا میدهد. اما اینجا ترتیبی که برای نتیجه بخش سامان یافتن است، یعنی چون از سر یاسین یا دست رو که قوی تر در این روند داشتن، این پرتاب میتواند که کاملا زمینه موفقیت عملهای پرتری رو به وجود دارد. انا همین ترتیب اندک نرسیدن انا همون فکر یا نظری خودی پهلوان جوان ما به همین خاطر است. این حرکت ها باید در مشق ها زیادتر باشند که فاصله مد اول است. چگونه قوهش افضلی دارد، ملکهش هم فرق کننده است که به سمت چپ و راست پرتاب کردن. این هست حالت هایی که 2 3 5 ثانیه موازناً موقع میتواند که برای به تخت پشت پرتافتن رقیب مساعدت کند و در این حالت زود میتواند که شهباز سیدابرورov حالتی پرتری را استفاده نماید.
به هر نوع ما امیدواریم که باز هم از این جوان با ننگ و ناموس تاجیک خیلی خوب استعدادش را نشان میدهد و در این روند البته دلهای میلیون ها نفر تماشابینان تلویزیون ورزش و مخلصان گوشین جودوی تاجیک را شاد میکنند. دقیقه آخرین رقابت در پارتر مکتب ورزشی و همین طور هم فشارهای بیشتری شهباز سعید ابراروف واقعا هم بیشتر بود و در نهایت هم این جوان 19 ساله تاجیک از این مرحله 8-1 نهایی راهی خود را به دوری 4-1 نهایی هموار کرد. مبارک باشد.